Assalomu alaykum. Imro'z dar mavzuи kvartira, در موضوع همین خانه یک چند کلمه نو میخوام با شما فهمونم. کنوت این жилё با زبان روسی با زبان تاجیکی باشد. منزل استقامتی. باز یک کلمه دیگر است کنوم این با زبان روسی местоположение. جایی که جای حاضر شده شما، یعنی местоположение شما. کنومو ات میگوید، местоположение رو پرتو، یعنی همون لوکاسیا رو پرتو. کنوت از کنوم فرق میکند. باز یک کلمه دیگر این دایره است. در اعلان ها در کوچه ها در همه جا میبینید و میخورید. دایره این کوارتیره میشود. باز هست اودا این комната، یعنی حجره. کلمه اودا رو هم در هر اعلان ها در کوچه ها بسیار و میخورید، یعنی در کوچه های استانبول. کیرا این اجاره میشود. کیرالык ev خانه با اجاره داده میشدگی. اگر کیرالык اودا شود حجره با اجاره داده میشدگی. وقتی که در کوچه ها میبینید همین کیرالык اودا یا kiralık daire, o zang میزنید ev için arıyorum, yani ki odanız için arıyorum. Tabi on şahs müracaat میکنید.